بسم الله الرحمن الرحیم. سامونمال شیرین آقا هستم، مدیر اپراسیون کندک سهم لواء انتقالات وزارت امور داخله. به خاطر حادثه پریروز دلخراش دشمنان وطن و خصمانه بزدلانه آمدیم به خاطر ادای خون، خاص به خاطر هموطنان ما که ما چون در جبهات در هر شرایط دشوار دو ولایت ها و 34 ولایت کشور افغانستان و در عملیات های شب روز ما انجام میدیم و به خاطر از همین ادای خون آمدیم که برای هموطنان ما خون بدیم که این هموطنان ما جان سالم به در بیارن و کمک شوند برای زیا و دیگه نیروهای امنیتی که در هر گوشه و در هر کنار هستند باید برای خواهرها و برادرای خود که در این حادثه دلخراش بدنشان زخم برداشتن برای زینا ادای خون کمک کنند. ما تا بتانیم که برای مردم خود جامعه وطن خش خدمت بکنیم و ما همیشه خدمتگار هستیم. شعار ما همی است که ما خدمت به مردم و به مال مردم، به جان مردم، به ناموس مردم. ما به می خاطر آمدیم ادای خون که خون خدا خاص به خاطر رضای خدا برای هموطنان ما خون بدیم. شفیق الله د لواء انتقالاتو کې وظیفه لرو او د وظیفې نه راغلیو، غواړو چې خپلو هموطنانو ته وینه ورکړو د کابل په پیښه کې چې زخمیان شوي دي او شهیدان شوي دي. شهیدان دي پاک پروردګار وبخي او غواړو چې د خپلو هموطنانو په څنګ کې ودرېږو. هرې قربانۍ ته موږ تیار یو او غواړو چې په هر حالات کې له دوی سره واوسېږو. که د موږ وینې ته اړتیا شي نو وینه به هم ورکړو، له خپل ځان نه ورته تېر یو خپلو هموطنانو دپاره. به تعداد 35 نفر پرسنل ما که داوطلبانه میخواهند خدمت کنند از طریق ادای خون به مجروحین حادثه دانشگاه کابل آمده ایم. هدف ما خدمتگزاری به وطن است. این عمله بزدلانه وحشی‌ها را محکوم میکنیم. این میتواند جلو پیشرفت و آموزش نسل جوان بگیره. وظیفه ما خدمت است. با مردم خود همیشه همکار هستیم. نیروهای امنیتی کوشش و سعی و تلاش دارند تا تامین امنیت به صورت درست به مردم خود بگیرند. دیگه هدف ما از خون دادن نمی بوده که تا بتوانیم از این طریق کمک شویم به مجروحین حادثه و به شهدا و به فامیلشان صبر جمیل و به شهدا جنت فردوس خواهیم. پیام ما همی است که ما نیروهای امنیتی معلوم است همیشه خون میتن در جبهات داغ گرم به خاطر جان و حفظ مردم. ایام یک طریق از خدمتگزاری است. آمده ایم تا که بدگاه نیروهای امنیتی نشان بدهیم به مردم هم که میتوانیم یعنی از یک طریق خدمت کنیم به این مجروحین. هدف ما همی بوده، یعنی این پیام ماست که هر کس هموطن ما از یک طریق کمک کنه به مجروحین، به مردم آسیب دیده. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده ی حقایق.